و یکی دیگر راهی زیاد شدن تقوا هم همین است که وقتی که انسان گناه کرد هر چیز زودتر به سوی توبه بازگردد، یعنی که انسان توبه کند که خداوند در قرآن عظیم الشان می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، ای کسانی که ایمان آورده اید توبه کنید به سوی پروردگار، توبه صدقی باشد. یعنی که توبه این خود باز ایستادن از گناه، یعنی چنانکه که گفتیم وقتی انسان سهوا و خطا یا اینکه قصدا یک گناهی را انجام میدهد در حال چکار کند؟ توبه کند و باز ایستد و نشود که با امیدی که توبه میکنم گفته انسان همین گناهی که انجام داده بود باز هم بردوام انجام بدهد. که حسن بصری رحمت الله علیه در کتاب خود میفرمایند که یکی از سبب‌هایی که قلب انسان مؤمن بیمار میشود، قلب انسان مؤمن بیماری فرا میگیرد، یکی از سبباش همین است که با امید توبه میکنم گفته انسان بردوام گناه میکند. یعنی که توبه صدقی همان توبه هست که انسان بعد از انجام دادنش، یعنی که بعد از اونی که به سوی پروردگار توبه میکند باز میایستد از گناه، دوباره تکرار نمیکند، دوباره دست به این کار زشت و عمل بد نمیزند.